یه صحنه‌ای که خیلی آدم آزار میده اعدام سگه بودش. به حساب تحریک اون دوستم که این سگ حرف گوش نمیده و نمیدونم آشغالای تو خونه رو پاره کرده ریخته تو حیاط، اومد یه جوری تنبیهش کنه. اجازه نمیکشی؟ راهنمایی گرفتی؟ ادامت کنیم؟ ها؟ ادامت کنیم؟ احمد می‌بینی؟ چرا فیلم می‌گرفتی؟ کلاً دوست داشتم فیلم گرفتن از این چیزا رو، به عنوان یادگاری نگه می‌داشتم. باش مثلا درگیر شده بودم اینا با اون یکی چیز با تبرز از ابرو نشون بده دقیقاً همینجا. خب نمیگین خیلی چیز خطرناکه، شمشیره دیگه. خب یارو دیگه باید یه شوکی به شوارت بشه، یارو که میخواد پولاش خالی کنیم باید یه شوک بهش بدیم که سریع قمه رو کشیدم، قمه اینجا بود، کشیدم با یه دستم قلیونو برداشتم کوبیدم رو زمین که مردم بترسن پخشن. صبح که بلند شدم خون رو لباسم دیدم متوجه شدم چیکار کنم. کلا با قمه اینا می‌زدی مثلا لذت می‌بردی اینا رو که با چاقو؟ نه هیچ انگیزه‌ای نداشتم از این کار. یکی از این مجرمین بود که با مامورین ما مقابله کرد، با به ضرب 6 گلوله از پایدر آوردیم. بعض وقتا بعضیشون مقاومت می‌کردن، خیلی ساعتی با چاقو می‌زدم تو صورتشون، تو گردنشون. من گفتم هر کجا باشی ما میام رگتو میزنیم، کار ما اینه. فکرشو نمی‌کردم مأمور بیاد اونجا. الان زده